بنابراین وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم طواف میکردن، یک اعرابی را دیدن. رب اغفر لی وارحمنی، رب اغفر لی وارحمنی گویان در گرد خانه طواف میکرد. پروردگارا مرا مغفرت کن، مرا رحم کن، مرا مغفرت کن، مرا رحم کن. مغفرت کن یعنی گناهایی که تا امروز کردم عفو کن، مغفرت کن. وارحمنی مرا رحم کن، مهربانی کن که من بعد گناه نکنم. سرچشمه تمامی بلاهای دینی و دنیوی و اخروی این گناه است. اگر گناهایی که تا امروز کردم بخشد و من بعد مرا از گناه کردن در حفظش نگاه دارد، این است نعمت حقیقی. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به سویش نگاه کردند، او گفت که شاید پیامبر صلی الله علیه و سلم از این دعای کوتاهی من، یعنی در تعجب افتادن که من که بادیه نشین هستم، علم ندارم، غیر همین دو کلمه دیگر دعا را نمیدانم. بعد گفت که یا رسول الله ما احسن دندنتک و دندنت معاذ. یا رسول الله من دندنه شما و دندنه معاذ را نمیتونم، یعنی من مثل شما و مثل معاذ دعاهای زیبا که آخرهاش یک خیله هست و با یک لفظهای شیرین نمیتونم. اللهم انی اسألک الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرة التي إليها معادي. یعنی من این خیلی زیبا دعا کرده نمیتونم. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که حولها ندندن، ما هم در گرد همین دعای تو دور زده میگردیم. گفتن خلاصه دعاهای ما هم در آمده به همین دو کلمه‌ای که تو از الله تعالی پرسیدی به همین بر میگردد. گفتن رب اغفر لی وارحمنی، پروردگار مرا مغفرت کن و مرا رحم کن. این دعا در بین سجده هم دو مراتبه گفته میشه. اگر کسی کوتاه دعا کرده نشود در بین دو سجده رب اغفر لی وارحمنی، رب اغفر لی وارحمنی میگه. اگر درازتر دعا کرده نشود رب اغفر لی وارحمنی واهدنی وارزقنی واجبرنی وعافنی وارفعنی، دو مراتبه میگه.